سلام، وقتتون بخیر. در اردوگاه آشویتس یک اردوگاه خانوادگی بود. توی اون اردوگاه خانوادگی یکی از بلوک ها برای بچه ها بود و یه مدرسه یواشکی توش درست کرده بودن. مسئول مدرسه آلفرد هرش بود. مادر پدرهایی که تو اون اردوگاه بودن میگفتن ما نمیدونیم که فردا زنده هستیم یا نه، چرا باید بچه ها آموزش ببینن؟ ولشون کن، اینا ممکنه فردا بمیرن همشون. آلفرد میگفتش که مهم نیستش که نازی ها چند تا مدرسه رو ببندن، مهم نیستش که کی ما رو میکشن. هر بار که یک داستان تعریف بشه یعنی یک کلاس درس تشکیل شده. ما از داستان ها بیشتر آموزش میبینیم و من هم حکایت هایی رو برای شما تعریف میکنم که تو دل همشون یه درسی نهفته است. حالا حکایتی که امروز میخوام براتون تعریف کنم در مورد استالینه. خیلی قشنگه، هر کسی میتونه برداشت خودشو داشته باشه و اینکه خوشحال میشم که نظراتتون رو برای من کامنت کنید. استالین در یکی از جلسات خود خواست که مرغی برای او بیاورند. مرغ را گرفت و در حالی که با یک دست آن را میفشرد با دست دیگر شروع به کندن پرهای مرغ کرد. مرغ از درد فریاد میزد و سعی میکرد از هر راه ممکن فرار کند. استالین همه پرهای مرغ را کند و پس از پایان به یارانش گفت حالا ببینید چه اتفاقی میافتد. او مرغ را روی زمین گذاشت و رفت تا مقداری گندم بیاورد. مرغ بیچاره در حال درد و خونریزی او را دنبال میکرد. استالین با دانه‌های گندم به گوشه گوشه اتاق میرفت و در همه این مراحل مرغ استالین را تعقیب میکرد و قدم به قدم همراه او بود. در این مرحله استالین رو به دستیاران متعجب خود کرد و گفت احمق‌ها به همین راحتی اداره میشوند. مشاهده کردید که مرغ با وجود تحمل تمام دردهایی که من برای او ایجاد کردم باز هم برای دانه گندم مرا تعقیب کرد.